آیا این تهدید نتانیاهو برای اینه که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کنه یا واقعا دلیل دیگه ای داره؟ مطمئنا تهدید باید حتما پیش زمینه اجرایی داشته باشه، در غیر این صورت اثرگذاری آن بسیار پایین خواهد بود. آقای نتانیاهو به خوبی میدونه که این تهدیدهایش قابل اجرا نیستند به دلایل مختلفی. یکی این که خاورمیانه جدید و یا خاورمیانه پس از بشار اسد مطمئناً یک بازنگری امنیتی بزرگی در خاورمیانه ایجاد میکنه و این بر اساس یک قدرت نظامی و قدرت اتمی ایران هست. نکته دوم ضعف اسرائیل هست. اسرائیل کشوری است از لحاظ امنیتی بسیار آسیب پذیر. نکته سوم این که اسرائیل مشکلات حقوقی و در سطح جامعه بین المللی داره. نکته بعدی اینه که ایران برخلاف دوره اول ترامپ در حال حاضر رابطه خوبی با کشورهای عربی داره، من جمله عربستان و مصر و امارات، امری که در آن دوران ایجاد نشده بود. به همین خاطره که تهدید آقای نتانیاهو بیشتر یک جنبه روانی داره و خود آقای نتانیاهو و دولت جنگ ایشون بیشتر مورد تهدید هستند تا کشور ایران. بله آقای محمدی، من میخوام همین سوالم از شما بپرسم. آقای صالح معتقد هستن که شدنی نیست، این تهدید عملی نمیشه. آیا واقعا نتانیاهو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه یا واقعا دلیل دیگه ای داره؟ نه، من فکر میکنم آقای علم صالح و دوستانی که مثل ایشون فکر میکنن سلطان تحلیل‌های اشتباه است. من از آقای علم صالح میخوام بپرسم نتانیاهو در 2-3 ماه گذشته چه قولی داده که به اون وفا نکرده؟ آقای نتانیاهو قول دادن که گروگان‌ها رو در غزه آزاد کنن، نتونستن. آقای نتانیاهو قول دادن که اسرائیلی‌ها به شمال اسرائیل برگردن، هنوز این امکان پذیر نبوده. آقای نتانیاهو حکم بازداشتشون از محاکم بین المللی هست به تهمت جرایم جنگی. اسرائیل در محاکم بین المللی به اتهام جرایم جنگی و نسل کشی به دلیل طولانی ترین جنگی که اسرائیل داشته که هنوز هم هیچ روزنه امیدی برای پایان آن وجود نداره رو داره طی میکنه. آقای نتانیاهو خود به طور شخصی در محاکم داخلی اسرائیل به اتهام فساد مالی. آقای محمدی ببخشید، آقای محمدی اجازه بدین آقای صالح حرفشون تموم شه و من به شما فرصت میدم. بود که از آقای صالح صحبت کردم. مسئله اینجاست، سوال شما جناب آقای سوال این نبود که نتانیاهو در داخل چه مشکلاتی داره. سوال شما این بود که در مقابل منطقه و جمهوری اسلامی چه موضعی داره. اینکه نتانیاهو در دادگاه بین‌المللی چه اتفاقی براش افتاده. سوال بعدی شما موضع اسرائیل در مورد ایران کاملا مشخصه. اسرائیل ایرانی سوریه‌ای شده، ایرانی افغانستانی شده و ایرانی عراقی شده میدونه و میخواد. وزیر دفاع آقای نتانیاهو قول داده بود و ایشون قول داده بود که تمام مراکز هسته‌ای و زیرساخت‌های ایران رو زیر به اصطلاح حملات نظامی قرار بدن. این امر امکان پذیر نشده. ایران توانسته 2 بار به اسرائیل حمله کنه و قدرت بازدارندگی خودش رو به رخ آقای نتانیاهو و دولت جنگ ایشون نشون بده. مسائل خاورمیانه‌ای با شکست و برد ضرورتاً پایان نمی‌یابه. اگر ما بخوایم ایران رو شکست خورده اسرائیل مسائل سوریه بدونیم، باید فراموش نکنیم اگر معیار ما مشکلات مالیه یا جنگ‌های به اصطلاح نیابتیه، خب آمریکا هم در افغانستان شکست خورد، در عراق شکست خورد، حتی در سوریه هم در حال حاضر هیچ کس برنده نیست. ما فقط توانستیم بعد از 13 سال یک دولت سکولار دیکتاتور رو با یک گروه اسلامگرای تروریستی جاگزین کنیم و این مطمئناً برای اسرائیل برد محسوب نمیشه. مسئولین اسرائیل در واقع خطاب قرار دادن مردم ایران رو. نتانیاهو حداقل 2 بار مردم ایران رو خطاب قرار داد و بعد نماینده‌اش در سازمان ملل اصلا به زبان فارسی با مردم ایران صحبت کرد. من میخوام این سوال باز از هر دوی شما بپرسم. آقای صالح، فکر میکنید که دلیل این که مسئولین اسرائیلی به زبان فارسی بعضن با مردم ایران صحبت میکنن چیه؟
ببینید اسرائیل تلاش میکنه که با مردم ایران رو در تحت فشار قرار بده و تا اینکه اگر تغییری انجام بشه از داخل ایران انجام بشه. اما مردم ایران به خوبی میدونن که اسرائیل کشوری نیست که به دنبال آزادی، دموکراسی، حقوق بشر باشه. اسرائیل خود یک کشوری است اشغالگر، آپارتاید، متهم به جنایت‌های جنگی، متهم به نسل‌کشی. نخست وزیری که مردم ایران رو خطاب قرار میده برای زندگی بهتر، خود در محاکم بین‌المللی حکم بازداشتش به اصطلاح صادر شده به تهمت جرایم جنگی. اسرائیل کشوری است که در 14 ماه گذشته بیش از 50,000 فلسطینی رو کشته که بیش از 30,000 نفر از آنها زن و کودک بودن یا افراد غیر نظامی بودن. حداقل این کشور در جایگاه اخلاقی نیست که بخواد تاثیرگذاری داشته باشه در مسائل داخلی دیگر کشورها یا به دنبال حقوق بشر و دموکراسی باشه در دیگر کشورها. نظامی که خود یک نظام آپارتایدی از طرف سازمان‌های معتبر حقوق بشر بین‌المللی است، در جایگاهی نیست که بخواد مخاطب قرار بده مردم ایران رو. مردم ایران مطمئناً به خوبی خود مصلحت خود رو میدونن، مشکلات خود رو میدونن. نقدهای بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی هست که باید برطرف بشن. هر اتفاقی که در ایران میفته باید داخلی باشه. هیچ کشور خارجی، اعم از اسرائیل، آمریکا و یا هر کشور دیگری به دنبال آزادی و بهتر شدن وضعیت ایران نیست. همونجوری که الان میبینیم اسرائیل داره زیرساخت‌های علمی و تکنولوژی سوریه رو هدف قرار میده. همین کار رو در عراق کردن. کاری که اسرائیل میخواد با ایران بکنه نابود کردن زیرساخت‌های صنعتی علمی ایرانه، کشتن دانشمندان ایرانی است و نه آوردن به ارمغان آوردن آزادی، حقوق بشر و یا دموکراسی در ایران. این کار رو قبل از این کلنگی کردن سوریه، کلنگی کردن غزه و فلسطین، کلنگی کردن لبنان رو ما از اسرائیل شاهد هستیم. اسرائیل کشوری که حقوق بین الملل رو به هیچ وجه هیچ احترامی نمیذاره. همین سوال از شما دارم، ضمن اینکه اگر در مورد صحبت‌های آقای صالح صحبتی داریم میتونیم بفهمیم. دلگرمی میدم به خودشون برای اینکه بگن جبهه مقاومت زنده است. اسرائیل رو از جنبه‌های دیگری که ربطی هم به منافع ایران نداره قضاوت میکنن. درست یا غلطش کاری ندارم. بله در غزه حساب 35,000 تا آدم بیگناه کشته شدن. در لبنان همینطور. منتها جایی که سوریه رو سوریه کرد سپاه پاسداران بودش. من نمیدونم واقعا دانشجویانی که از دانشگاهی که آقای علم‌ساله اونجا تدریس میکنه از ایشون نمیپرسن که آقا شما مثلا چرا تحلیل غلط دارید؟ حالا مثلا درست صدای آمریکا معرفت میکنه، زنگ میزنه به ایشون تحلیلاتشو بپرسه. خودتون باید بگید آقا من کمرم درد میکنه نمیتونم بیام. در حال حاضر هم مکانیزم ماشه به زودی میتونه اجرا بشه یا پایان میابه. اساساً دورش این بستگی داره به اروپا، چون که آمریکا امکان فعال کردن مکانیزم ماشه رو نداره. ایران هم تنها راه فشار بر اروپا رو این میدونه که اگر این مکانیزم ماشه که آخرین امید ایرانه برای در برجام باقی موندن و عضو NPT موندن رو اگر بخواد فعال کنه، مطمئنا ایران از NPT خارج خواهد شد و میتواند بیش از پیش به بمب اتم نزدیکتر بشه. ما دیدیم که در 6 سال گذشته هر چقدر فشار بر ایران بیشتر بوده، رفتار ایران، رفتار اتمیش و رفتار منطقه‌ایش به ضرورتاً آنگونه که غرب خواسته بهبود نیافته و تا حدود زیادی خطرناکتر شده برای غرب. به همین خاطره که ایران تلاش میکنه با بالا بردن فعالیت‌های اتمیش اروپا رو قانع کنه که مکانیزم باشه رو اجرا نکنن یا یک به یک توافق جدیدی برسن که امکان ادامه استفاده اقتصادی ایران از برجام رو داشته باشه. اما من یک نکته هم اشاره کنم، این ایران نبود که سوریه را سوریه‌ای کرد. آمریکا و CIA در مرزهای ترکیه سلاح توزیع کردن بین اپوزیسیون و آقای جان مکن، سناتور مکن شمال سوریه رفت و برخلاف آنچه که آمریکا انتظار داشت گروه‌های تروریستی به این سلاح
دست پیدا کردن. ببینید آمریکا 20 سال در افغانستان 1000 میلیارد دلار خرج کرد که طالبان رو بروش سر کار بیاد. در حال حاضر 13 سال سرمایه‌گذاری کرد در سوریه که یک گروه تروریستی به سر کار بیاد. ما امید داشتیم که آمریکا در اوایل قرن 20 منطقه رو دموکراسیزه کنه، اما در حال حاضر طالبانیزه شدن گویا سیاست غرب هست در منطقه. دیدن نادیده ها